با میمنت ماه مبارک رمضان دو پروژه آب آشامیدنی صحی در ولسوالی انجیل ولایت هرات به بهره برداری رسید. با بهره برداری این پروژه ها صدها تن از باشندگان قریه گازرگاه و کاریزک این ولسوالی به آب صحی آشامیدنی دسترسی پیدا کردند. وحید زیارتجویی از ولایت هرات گزارش می‌دهد. این شبکه‌های آبرسانی با هزینه بالغ بر 4 میلیون افغانی از طریق برنامه همبستگی ملی تکمیل شده است که از سوی محمد آصف رحیمی والی هرات و انجینیر نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات به بهره برداری رسید. مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات هرات میگویند شبکه آبرسانی قریه گازرگاه برای 1000 خانواده آب آشامیدنی را تامین می‌کند. این مسئولان میگویند این پروژه 4 میلیون افغانی هزینه در بر داشته است که از این میان 400,000 افغانی آن را مردم محل پرداخت کردند. همزمان با این پروژه آبرسانی قریه کاریزک ولسوالی انجیل نیز از سوی والی هرات و وزیر احیا و انکشاف دهات به بهره برداری رسید. این پروژه آب آشامیدنی مورد نیاز نزدیک به 350 خانواده ساکن در قریه کاریزک را تامین می‌کند. با این حال محمد آصف رحیمی والی هرات نیز از برنامه همبستگی ملی به عنوان موثرترین و کارآمدترین برنامه ملی یاد کرد که توانسته است در سطح روستاها به گونه مستقیم در بهبود وضعیت زندگی مردم مؤثر واقع شود. در همین حال انجینیر درانی وزیر احیا و انکشاف دهات از اعضای شوراهای انکشافی روستاها خواست تا بعد از این از ترتیب و اجرای پروژه‌های کوچک صرف نظر و به عوض آن طرح‌های عمده را به گونه مشترک با قریه‌های همجوار دیزاین و پیشنهاد کنند. با بهره برداری از این پروژه‌ها برای حدود 2500 خانواده آب صحی آشامیدنی تهیه شده است.